آرایشگری سه تا رکن اصلی داره که باید همه آرایشگرا بلدش باشن. این سه تا رکن اصلی دست موافق، دست مخالف و پاست. محل استقرار تو رو نسبت به بدن یا مشتری تو پاهات مشخص میکنه. ولی راجع به دست موافق و دست مخالف میخوایم امروز صحبت کنیم. من مثال زمانی که دارم از قیچی استفاده میکنم یا کار ماشین اصلاح انجام میدم از دست موافقم دارم کار میکشم. و امروز قرار ما راجع به یکی از مهمترین قسمت‌های آرایشگری یعنی پوزیشن‌های قیچی صحبت کنیم. توی قدم اول قرار بهت یاد بدم که پوزیشن مدرن رو چجوری اجرا کنی. ببین توی پوزیشن مدرن ما 3 مرحله داریم: هولد، رست و فلیپ. انگشت انگشتری توی دست راست داخل حلقه قرار بگیره تا توی بند دوم. انگشت کوچیک باید تو بند اولش روی پدال باشه، انگشت بزرگ هم روی بدنه قیچی. اگر فشار اینا رو جوری تنظیم کنی که قیچی از دستت نیفته یعنی هولد خوبی انجام دادی. برای اینکه بتونی هولد رو بهتر تمرین کنی من یه تمرین با خودکار بهت میدم که اول فشار انگشتت رو اون تست بکن و بعد دوباره قیچی رو دستت بگیر. ببین برای اینکه من با استفاده از این خودکار بتونم حس هولد کردن قیچی رو داشته باشم باید انگشت انگشتری زیر روی بند دوم قرار بگیره خودکار، انگشت کوچیک روی بدنه و انگشت بزرگ هم روی بدنه. فشار این دوتا انگشت رو به پایین و فشار این انگشت رو به بالا باشه. مهارت بعدی که باید یاد بگیری مهارت رسته. چجوری انجام میدیم؟ ما قراره قیچی رو اصطلاحاً تو حالت رست یا غلاف بذاریم. من میام انگشت کوچیکم رو از روی پدال برمی‌دارم، یه فاصله بهش میدم، با انگشت اشاره به قیچی که ضربه میزنم میفته روی انگشت کوچیکم. فقط کافیه دستمو خیلی آروم جمع کنم. به این حالت میگن رست قیچی یا غلاف کردن. حالا برای اینکه من بخوام توی حالت آماده باش دوباره قرار بگیرم، قیچیمو برگردونم به حالت هولد، فقط کافی انگشت کوچیکمو آروم فاصله بدم با چرخش دست قیچی برگرده به حالت هولد. اجرای پوزیشن های قیچی. اول پوزیشن مدرنه. پوزیشن مدرن رو میخوای اجرا کنی قیچی رو تو حالت هولد نگه دار. برای اینکه بتونی مرحله مرحله توی ذهنت داشته باشی باید چیکار کنی؟ قیچی کنار بدن، دست از آرنج خم بشه، شروع کن با همین دست مخالفت کف دستتو بگیر که مچتو خم نکنی، انگشت کوچیک به پدال فشار بیاره که قیچی برگرده به سمت بالا. حالا اگه من دستمو از قسمت سیکن بشکنم قیچی من اینجا موازی زمین میشه. این دقیقاً نحوه درست اجرای پوزیشن مدرن. یه توضیح راجع به پوزیشن مدرن بدم چون میدونم خیلی از زمانی که الان دارین انجام میدین انقدر نمیتونین راحت قیچی رو نگه دارین. شما برای اینکه بتونین قیچی رو تو این حالت نگه داری قرار نیست از شست استفاده کنی. شست هیچ دخالتی نداره. فشار انگشتات فقط درست باشه. برای اینکه بدونی پوزیشن درست چه شکلیه من یه قیچی رو از دستم در بیارم، حالت انگشتام به این صورته. حالا شاید به این فکر کنی که کدوم انگشته که قیچی رو تو این حالت نگه داشته که زمین نیفته. انگشت حلقه است که زیر قیچی رو گرفته و کنترل کرده که باعث شده وزن قیچی روی این انگشت باشه. انگشت کوچیک میاد روی پدال و انگشت بزرگ هم روی بدنه میشینه. فشار انگشت کوچیک به سمت پدال، فشار انگشت حلقه زیر حلقه و انگشت بزرگ فقط روی بدن است. دست هم از قسمت سیکن فقط خم میشه نه از مچ. نحوه قیچی زدن توی پوزیشن مدرن هم بهت بگم. شستتو از این کنار وارد کن، کناره شستتو لبه حلقه قیچی رو فقط لمس کنه. قرار نیست داخل حلقه قیچی بره. اشتباهی که شاید خیلی‌ها انجام بدن و باعث بشه که مچ خم بشه. انگشت شستم رو کنار حلقه میذارم، با همین قسمت برش میزنم. قرار هم نیست قیچی دهنش انقدر باز بشه، تا این حد هم بتونی باز کنی کافیه. پوزیشن بعدی که قرار راجبش صحبت کنی این پوزیشن کلاسیکه. توی حالت هولد قیچی رو نگه میداری، کافیه کف دست رو برگردونی، تیغه قیچی به سمت داخل باشه، پدال روی بند اول انگشت کوچیک، دستت رو یکم گود کنی به این صورت. حالا شستت رو وارد حلقه کن، نه به این اندازه، فقط کنار شستت رو لبه قیچی رو لمس کنه. اینجا کافیه که بتونی با شست دهنه قیچی رو باز و بسته کنی. کف دست گود بشه، انگشت شست بره داخل حلقه و حالت درست استفاده از این پوزیشن اینه که مچ به سمت بیرون خم میشه، آرنج هم همینطور به یه حالت اس انگلیسی.
تیغه‌ای که شستم داخلشه باید حرکت کنه. این پوزیشن چون پوزیشن قدرتیه، شما باید دهنه قیچی رو به این اندازه باز کنی و موقع برگشت ضربه بزنی. یعنی قیچی شما باید موقع تمرینتون صدا بده. تا اینجای کار تو هم پوزیشن مدرن یاد گرفتی، هم پوزیشن کلاسیک. قراره اینا رو کاربردشو هر کدوم بهت بگم، تو کدوم قسمت سر استفاده کنی. برگرد از اول، دوباره مطالب رو تکرار کن، دوباره هر قسمت رو خودت اجرا بکن و سعی بر این بذار که میتونی که پوزیشن مدرن و پوزیشن کلاسیک رو خودت اجرا کنی. اگه از این ویدیو خوشت اومد خوشحال میشم لایک کنی، نظرتو حتما توی کامنت ها واسم بنویس و کانالو یادت باشه که حتما سابسکرایب کنی که ویدیوی بعدی که اومد از دستش ندی. دوستتون دارم.